سلام، با یه آموزش جذاب دیگه برگشتیم که بهتره کنیم. من حسین نوراللهی هستم از آکادمی زیسلند. رونویسی در واقع میشه گفت که اولین قدم از بیان ژن هست. ما توی همانندسازی بررسی کردیم که خب سلول چطور میتونه ژنوم خودش رو تکثیر کنه و همانندسازی به عنوان بخشی از چرخه سلولی تلقی میشه. ولی خب اینجا ما الان دو تا مکانیسم بعدی رو که میخوایم توضیح بدیم، مثل ترانسکریپشن و ترنسلیشن، اینا بخشی از یک فرایند خیلی بزرگن. این فرایند بزرگ همون جین اکسپرشنه، یعنی ما از روی دی ان ای رونوشت آر ان ای، یعنی در داخل سلول از روی دی ان ای رونوشت آر ان ای ساخته میشه و بعد رونوشت آر ان ای برای ترجمه به داخل، حالا در سلول‌های یوکاریوتی به داخل سیتوزول فرستاده میشه که اینجا بحث ترنسلیشن یا ترجمه صورت بگیره. که خب این مفهوم که ما از دی ان ای رونویسی صورت میگیره، یک رونوشت ساخته میشه و بعد از روی اون رونوشت یک پلی‌پپتید سنتز میشه، این رو تحت عنوان سنترال دوگما میشناسیم که این رو فرانسیس کریک در 1958 مطرح کرد. ایرادهایی برای این موضوع گرفتن که خب حالا ما میتونیم که ازش فعلا بگذریم، چون ما میدونیم که ویروسایی هستن که میان از روی RNA DNA میسازن، یعنی این حالت میتونه معکوس باشه. یعنی این حالت فرآیند ترانسکریپشن که از روی DNA RNA ساخته میشه میتونه توسط بعضی ویروس‌ها معکوس هم بشه. ولی خب این اصل رو بهش میگن سنترال دوگما و اصل اساسی در واقع جین اکسپرشن و ترانسکریپشن اولین مرحله از جین اکسپرشن و ما در واقع تنظیم‌های بعد از رونویسی و بعد از ترجمه رو هم حتی داریم که حالا در این کارگاه بعید میدونم برسیم به اونها اشاره کنیم، ولی خب بیان ژن رو حداقل فرآیندهای اصلیش رو و ترانسکریپشن ترنسلیشن رو به طور کامل اینجا بهش اشاره خواهیم کرد. اما درک مولکولی که از ترانسکریپشن وجود داره برمیگرده به آزمایش‌هایی که جاکوب و میزلسون انجام دادن و بر روی باکتریوفاژها کار می‌کردن و خب دیدن که نهایتاً یک رونوشتی ساخته میشه بعد از اینکه باکتریوفاژها ژنوم خودشون رو در واقع اینزرت کردن به داخل باکتری، دیدن که یک مولکول حد واسطی ساخته میشه و بعد از روی اون پلی‌پپتید ساخته میشه و اینجا فهمیدن که خب باید یه مکانیسم دیگه هم وجود داشته باشه که خب تحت عنوان ترانسکریپشن که ژن رو تبدیل میکنه به توالیه‌های تک‌رشته‌ای کوتاه RNA تحت عنوان ترانسکریپت و از روی اون ترنسلیشن انجام میشه. بنابراین سنتز RNA از روی DNA بدون اینکه ساختار DNA دچار تغییر بشه رو بهش میگن رونویسی، که خب رونویسی محصولش همون mRNA هست که بعداً برای سنتز پلی‌پپتید مورد استفاده قرار میگیره. تفاوت‌هایی که رپلیکیشن با ترانسکریپشن دارن اینه که ما توی رپلیکیشن یک نسخه کامل از دی ان ای رو داریم، ولی توی ترانسکریپشن فقط یک بخشی از ژن، یعنی یک بخشی از دی ان ای تکثیر میشه. ما توی همانندسازی کل دی ان ای تکثیر میشه، ولی توی ترانسکریپشن فقط یک بخشی از دی ان ای تحت عنوان ژن میاد تکثیر میشه. و بعد اینکه در رپلیکیشن ما میتونیم این اطلاعات ژنتیکی رو از یک سلول به سلول دیگه و از یک نسل به نسل دیگه منتقل کنیم. حالا اگر میتوز باشه میشه از سلول به سلول دیگه، اگر میوز باشه میشه از یک نسل به نسل دیگه. ولی خب در ترانسکریپشن اتفاقی که میفته انتقال اطلاعات ژنتیکی صرفاً از هسته به داخل سیتوپلاسم اتفاق میفته، حالا در یوکاریوت ها. و خب این اجازه رو میده که ما اطلاعات ژنتیکی که در حالت عادی داخل هسته است منتقل بشه، اکسپورت بشه به داخل سیتوپلاسم و از روش پروتئین بتونه ساخته بشه. اما برای اینکه ما ترانسکریپشن یا ترنسلیشن
به طور پشت سر هم اینا رو بتونیم داشته باشیم، حالا به خصوص در باکتری ها یه سری اجزا رو نیاز داریم، یه سری کامپوننت ها رو نیاز داریم کلا برای بیان میشه. این کامپوننت ها توی دی ان ای تحت عنوان پروموتر، ترمینیتور و توالی های تنظیمی شناخته میشن و در سطح mRNA که ما بعداً اونها رو نیاز داریم برای ترنسلیشن، نواحی که برای ما مهمن یکی ریبوزوم بایندینگ سایت که همون توالی شاندل-گارنوه، استارت کدون و استاپ کدون. ببینید این استارت کدون و استاپ کدونی که روی mRNA هست هیچ تناظری با این پروموتور و ترمینیتوری که روی دی ان ای هست نداره، یعنی مفاهیم جداگانه هستن. ما روی دی ان ای نواحی پروموتور ترمینیتور داریم که شروع و پایان رونویسی رو مشخص میکنن و همینطور یه سری توالی های تنظیمی که یه سری پروتئین های تنظیمی میتونن به این توالی ها متصل بشن، رونویسی رو تحت تاثیر قرار بدن. و خب در این پروتئین ها در جاهای مختلفی از دی ان ای هستن که حالا جلوتر بهشون اشاره خواهم کرد. ولی خب در بحث ترنسلیشن ما استارت کدون رو داریم و استاپ کدون رو داریم که شروع و پایان ترجمه رو برای ما مشخص میکنه. وجود این نواحی چه حالا روی دی ان ای و چه روی mRNA کمک میکنه به ما که هم رونویسی هم ترجمه در یک محدوده مشخصی انجام بشه و در یک محدوده مشخصی پایان پیدا کنه. حالا به خصوص در رابطه با ترانسکریپشن که الان داریم بحثش میکنیم، جایگاه شروع رونویسی رو اولین بازی که در واقع بعد از پروموتر شروع میشه و با مثبت 1 علامت گذاری میشه رو در واقع جایگاه شروع رونویسی رو نشون میده و همون ناحیه پروموتور که میتونه توسط پروتئین های این ناحیه رگولیت بشه، تنظیم بشه. هم میتونه توسط یه سری سکانس های در بالا دست پروموتور تنظیم بشه، هم خود پروموتور میتونه تحت تنظیم هم به صورت اپیژنتیک قرار بگیره. مثلا متیله شدن پروموتور رو ما داریم که باعث کاهش فعالیت یک ژن میشه، کاهش بیان یک ژن میشه و همینطور در نقطه مقابلش استیله شدن یک پروموتور رو داریم که در روی دی ان ای ما اون پروموتور رو به لحاظ اپیژنتیکی میان تنظیمش میکنیم و یا میتونیم به وسیله پروتئین ها این تنظیمات رو انجام بدیم که خب اینها همونطور که عرض کردم میتونن به نواحی مختلفی متصل بشن و خب این اجزای ضروری برای دی ان ای و آر‌ان‌ای هستن که برای شروع و پایان رونویسی و ترجمه ضروری هستن. اینجا هم به صورت شماتیک داره نشون میده که ما روی دی ان ای پروموتر رو داریم و ترمینیتور رو داریم که ناحیه ترانسکریپشن رو برای ما تعیین میکنه. حالا که mRNA ساخته شد، استارت کدون و استاپ کدون و همینطور توالی شاندل-گارنو یا ریبوزوم بایندینگ سایت ناحیه ترجمه رو برای ما مشخص میکنه. بنابراین اینها خیلی مهم بود که من همین اول برای شما توضیح بدم. یه سری تعاریف لازمی که اول بگم، یکی در رابطه با تمپلیت استرند و کدینگ استرنده. خب ما توی دی ان ای دیدیم که تمپلیت استرند داشتیم، همون استرندهای والدی که از روش دی ان ای دختری ساخته میشد. اینجا هم همینطوره، ما یه تمپلیت استرند داریم روی دی ان ای که هر کدوم از دو رشته دی ان ای میتونه باشه که خب از روی اون mRNA ساخته میشه و مکمل توالی mRNA هست، با این تفاوت که جای تی رو خب یو گرفته و در مقابلش، مقابل تمپلیت استرند، ما کدینگ استرند رو داریم که دقیقاً مشابه توالی اون ترانسکریپتمون یا اون رونوشتیه که داره ساخته میشه. اگر تو این شکل دقت کنید، این حالا خاکستری یا هر رنگی، این دی ان ای درشته رو نگاه کنید، داره از روش یه ترانسکریپت آر ان ای داره ساخته میشه. این رشته دی ان ای که از روش داره رشته آر ان ای ساخته میشه رو بهش میگن اصطلاحاً تمپلیت که دقیقاً مکمل این رشته آر ان ای. اما این رشته مقابل برای ما مهمه، برخلاف حالا دی ان ای، همانند چیزی دی ان ای، اینجا این رشته مقابل یا کدینگ استرند برای ما مهمه. چرا که توالی اون دقیقاً مشابه توالی اون رشته.
در واقع هدف از رونویسی در این شکلی که داریم میبینیم، رونویسی از رشته پایین نیست. از رشته پایین به عنوان الگو استفاده میکنه که رشته بالا رو بسازه برای ما به صورت یک توالی mRNA کوتاه. این رشته بالا رو برای ما بسازه که این رشته بالا به عنوان ترانسکریپتی که از روی اون ساخته شد بعداً از روی اون پلیپپتید سنتز میشه. بنابراین تفاوت کدینگ استرند و تمپلیت استرند خیلی مهم بود که من اینجا خدمتتون اینجا توضیح بدم. حالا کدینگ استرند رو اصطلاحاً رشته رمزگذار یا سنس هم میگن. در مقابل تمپلیت استرند رو بهش میگن آنتی سنس. خب یه تعریفی راجع به کدون ها بدم. کدون ها نوکلئوتید های ستایی هستن که هر سه نوکلئوتید در واقع تعیین کننده یک آمینو اسیده. بنابراین این نوکلئوتید های ستایی که تعیین کننده یک آمینو اسید هستن رو بهش میگن یک کدون که حالا بعدتر چون باهاش کار داریم فرض کنید این رونوشت آرنایی که ساخته میشه هر سه تا از این بازها رو بهش میگن یک کدون. نکته بعدی که هست بحث پلیسیسترون و مونوسیسترون. mRNA میتونه هم به صورت پلیسیسترون باشه هم میتونه به صورت مونوسیسترون باشه. ولی مفهومش یعنی چی؟ باکتری ها معمولا به صورت پلیسیسترون، یعنی اینکه به دلیل وجود ORF های مختلف میتونن دو یا تعداد بیشتری پلیپپتید کد کنن. یعنی از روی یک رونوشت RNA باکتریایی معمولا بیش از یک پلیپپتید کد میشه و اینو بهش میگن پلیسیسترون. و اگر از روی یک رشته ترانسکریپتمون که معمولا در یوکاریوت ها اینجور هست یک پلیپپتید سنتز بشه اون اصطلاحاً بهش میگن مونوسیسترون که این تعریف رو هم لازم بود اینجا بهتون بگم. موضوع بعدی که هست جهتگیری سنتز ترانسکریپتمون توسط آرنا پلیمراز که اون جهتگیریش به صورت 5' به 3' مثل همون دی ان ای پلیمراز، یعنی آرنا پلیمراز هم مثل دی ان ای پلیمرازه و این پیوندهایی هم که باز شکل میگیره مثل همون فرآیند سنتز پولینوکلئوتید دی ان ای هست، به صورتی که نوکلئوتید جدیدی که وارد میشه به رشته با نوکلئوتید قبلی پیوند استری میده و خب فسفات 5' فسفات نوکلئوتید ورودی با سفرین هیدروکسیل نوکلئوتید بسخواهی میکنم 5' فسفات نوکلئوتید جدید که میخواد وارد زنجیره بشه با سفرین هیدروکسیل نوکلئوتیدی که در داخل زنجیره هست پیوند فسفودیستری میده که این هم دقیقا مشابه همون حالتیه که توی رپلیکیشن وجود داشت. موضوع بعدی بحث مکملیاتی کامپلیمنتاری که این هم مثل باز همانندسازی دی ان ای به این صورت که مقابل حالا ما اینجا به جای ولی در رونویسی به جای تی یو رو داریم، بنابراین مقابل ای یو قرار میگیره، مقابل تی از رشته دی ان ای قرار میگیره، در روی رونوشت ای قرار میگیره، در مقابل جی سی و در مقابل سی جی که این رو هم بعدا ما باز خودتون میتونید بیشتر روش تمرکز داشته باشید. اما نکته بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که ترانسکریپشن یا رونویسی میتونه برای ما تعداد مختلفی ژن در واقع یا رونوشت رو به اصطلاح اینجا بهتر که بگم رونوشت رو میتونه تولید کنه. این جدای از اون مفهوم پلیسیسترون مونوسیسترون. مفهومی که اینجا میخوام بهتون بگم اینه که از روی یک دی ان ای دو رشته‌ای ما اولا نسبت به اینکه کدوم استرند به عنوان الگو قرار گرفته بشه و از کدوم جهت رونویسی انجام بگیره میتونیم ژن‌های مختلفی رو رونوشت‌های مختلفی رو داشته باشیم. یعنی چی؟ حالا تو این شکل نگاه کنید. ما به عنوان مثال اینجا 3 تا ژن داریم که هر کدوم به طرق مختلفی از روشون ترانسکریپت ساخته شده. در مورد ژن A
اولا که جهتگیریش در جهت 5 پریم به سفریم از روی این رشته پایینی داره انجام میشه و خب جهتگیریش هم در جهت 3 پریم به 5 پریمه و ژنی که تولید میکنه از روی رشته پایینی در جهت 5 پریم به 3 پریم ساخته میشه که مکمل این رشته است ولی مشابه رشته بالایی. در مورد بعدی که اینجا باشه شما میبینید که رونویسی داره از رشته بالایی صورت میگیره، در واقع رونوشتی که داره ساخته میشه مشابه این رشته پایینی. بنابراین نسبت به اینکه رونویسی از کدومی که از این رشته صورت بگیره میتونه ژن‌های متفاوتی رو برای ما توی حالت‌های مختلف با جهتگیری مختلف میتونه کد کنه که خب این بحث تولید مالتیپل ترانسکریپت ها رو داره اینجا برای ما توضیح میده.